کمیته تفتیشاتی روسیه از فرزان سلیموف زاده تاجیکستان که روز 25 مارس امسال برای نجات دهان نفر از سوختار در مرکز تجارتی زیمنیا ویشنیای کمیروو کمک کرده بود قدردانی نمود. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه روز 31 مارس در کمیروو با فرزان سلیموف و 3 نفر دیگر ملاقات کرده است. او گفته است این افراد جان خود را در خطر گذاشته به آدمان یاری دادند و قهرمانی واقعی را به نمایش گذاشتند. فرزان سلیموف روز 1 اپریل در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت این واخوری و تقدیم افتخارنامه و مدال برایش ناگهانی بود. سلیموف میگوید هرچند در روز سوختار تاجیکان دیگر نیز به نجات آدمان شتافته بودند اما فقط او به ملاقات دعوت شده است. قدردانی از فرزان سلیموف و 3 همکار روسی او در مرکز تجارتی زیمنیا ویشنیا در حال صورت گرفت که مطبوعات روسیه چند روز باز درباره کارنمایی آنها گزارش می‌دهند. فرزان سلیموف زاده شهر دوشنبه بوده، سال 2003 به روسیه رفته است. او پس از ختم دانشگاه برای کار و زندگی این کشور را انتخاب کرد. حالا با زن و 3 فرزندش در شهر کمیروو به سر میبرد.